سلام دوستا، خدا کنه که همگیتان جور باشی. امروز ما و شما در امازون پرایوت لیبل بخیر از طریق هیلیم 10 از طریق تولز چی که ما شما میتونیم که یک پروداکت پیدا کنیم، پروداکت چی که ما شما میتونیم که ریسرچ کنیم. این بیخی زیاد ضروری است، یعنی این کلاس باید شما اگر امازون پرایوت لیبل میکنی باید شما هیچ باید میس نکنی. ولی در امازون پرایوت لیبل هیلیم 10 بیخی یک زیاد ضروری تولز است که امروز بخیر ما و شما از طریق بلک باکس و سربرو کار میکنیم که چی رقم پروداکت میتونیم که پیدا کنیم. میریم بخیر با طرف اسکرین. پیش از اینکه ما شما طرف اسکرین میریم کوشش کنید که چینل یوتیوب ما سابسکرایب کنید و در کامنت حتما نوشته کنید اگر شما کدام سوال دارید، هر چیزی باشه شما در کامنت حتما نوشته کنید که چی رقم بود کلاس برای شما. و اگر شما میخواهید که شما با ما خودت با ما تماس بگیری، سرویسز برای امازون پرایوت لیبل یا برای امازون هولسیل یا پروداکت شما نظر شما میتونید که با ما کانتکت بگیریم، ما ان شاء الله با شما همکاری میکنیم. اوکی، میریم به طرف اسکرین و کسایی که با فیسبوک ویدیو میبینه و میتونه که مکمل ویدیو ما ایرا به یوتیوب چنل ما چک کنه ببینه و مکمل کلاس کم از کم شما 2 بار الی 3 بار ببینید. تشکر. ما امروز ما شما سیپ در هیلیم 10 در بلک باکس کار میکنیم. ببینید هیلیم 10 بیخی مثل گی پاور نیست، اینقدر زیاد آپشن داره. هیلیم 10 بیخی زیاد آپشن داره، ولی ما شما چند مهم چیزی که از آپشنز که از اگزامپل بلک باکس است، سربرو است، مگنت است. این مکمل امروز ما شما صرف در بلک باکس کار میکنیم که از طریق بلک باکس در هیلیم 10 چه رقم میشه که ما شما بلک باکس چه رقم استفاده میکنیم. از طریق بلک باکس چه رقم میشه که ما شما از طریق کیوردز یا از طریق پروداکت ریسرچ یک پروداکت ما شما میتونیم که پیدا کنیم. بازی کاری است این مکمل مثل زنجیره شکل داره. یک پروداکت که ما شما سرچ میکنیم در بلک باکس کار میکنیم، بعد از در سربرو هم میشه که ما شما کار کنیم، ولی استپ بای استپ میریم. نمیشه که ما شما امروز هیچ در سربرو کار نمیکنیم، در مگنت کار میکنیم، به خاطر از اینکه بلک باکس به شما صحیح یاد شو. بعد از هر چیزی که میمونه مشکل نیست، یعنی چیزی که مربوط به سربرو بود ما شما اوتر میمانیم که برو هر وقت که کلاس سربرو میای بعد ما شما کار میکنیم. امروز ما شما صرف در بلک باکس کار میکنیم. بلک باکس هم زیاد مهمه از سربرو مگنت. مکمل آپشن هیلیم 10 است. ببینید ما اینجا میایم از صرف در بلک باکس ان شاء الله ما شما امروز کار میکنیم که از طریق بلک باکس چه رقم ما شما کیوردز، از طریق کیوردز چه رقم ما شما پروداکت پیدا میکنیم یا از طریق کرایتریا خود. هیلیم 10 ما اوپن میکنم. هیلیم 10 ان شاء الله شما هم داری. این هیلیم 10 است که به شما هم از شما هم داری. ام اینترنت که ضعیف باشه هم کلاس دوران نمیکنه هم کاری ما و شما را. من یک کار کنم که اولین کار ما ای است من داشبورد هیلیم 10. یعنی وقتی که هیلیم 10 لوگین شود این رقم داشبورد به ما شما نشان میده. بعد از این اولین کار ما شما چی است؟ از اینجا مارکت پلیس خود انتخاب میکنیم. صحیح شده؟ کانادا است، مکزیکو است. ما اینجا سلر سنترال وصل کنیم. اگر سلر سنترال وصل نباشه باز مکمل مارکت پلیس نشان میده. جرمنی، یو کے، یو اس ای، دبی، سعودی مکمل نشان میده. در سعودی کار نمیکنه، در دبی کار میکنه. بیخی زیاد کی سپاره میشه و 99% در مارکت پلیس یو اس ای سپاره میشه و خوب کار در مارکت پلیس یو اس ای میکنه. خوب ریزالت در مارکت پلیس یو اس ای میده. در مارکت پلیس های دیگه ریزالت میده، کم ریزالت میده نسبت به یو اس ای و زیاد ریزالت به ما شما نمیده. ببینید امروز ما شما چیزی که ما براتون گفتم که از طریق سلاید صرف کار ما شما است بلک باکس است که از طریق بلک باکس چه رقم ما شما پروداکت ریسرچ میکنیم. اینجا ببینید شما تولز است. بر تولز ما کلیک میکنیم. این مکمل آپشن است. باز ببینید سربرو است، مگنت است، مایلیست کیوردز است، اندکس چیکر است. این مکمل ما شما کار میکنیم. ما در سلایدم باید نوشته کنیم. امروز ما شما چی کار میکنیم؟ صرف بلک باکس کار میکنیم. من اینجا رایت کلیک میکنم، اوپن ا نیو تاب میکنم که شما صحیح اوپن. ببینید از اینجا ما بلک باکس اوپن کردیم.
صحیح شده. بلک باکس اوپن شده. اینجا ما میایم ببین ای است من داشبورد بلک باکس. باز ما اگر مارکت پلیس انتخاب نبود از اینجا شما مارکت پلیس انتخاب کنید. میبینیم مکمل مارکت پلیس است. من amazon.com انتخاب میکنم. اینجا میایم سیمپل است، ما ادوانس کلیک میکنم. حالا ببینید چیزی که ما شما کار کردیم در شروع مکمل او چیز است که ما شما پس کار میکنیم. او باید او کرایتریا باید در ذهن ما شما می باشه. اگر کرایتریا در ذهن ما شما نمی باشه باز نمیشه که ما اینجا کرایتریا خود پورت کنم. اول ما میایم ببینید از هر کس که ما پرسان میکنه شما بر ما جواب بدید. خیر ما کار میکنیم در کاتگوری میشه که شما در هر کاتگوری که شما کار میکنید فور ایگزامپل ما سلیکت هر کاتگوری میکنیم. ببینید بلک باکس صرف ما شما 20 پلاس متد است که از طریق پروداکت هانتینگ کار میکنیم. بلک باکس یک طریقه است. یا هلیوم 10 یک طریقه است. هلیوم 10 با بلک باکس یک طریقه است که ما شما کار میکنیم. در هلیوم 10 باز تقریبا 10 تا متد است که ما شما کار کردیم. صحیح شده؟ یعنی بلک باکس یک قضیه است. ما اینجا مکمل کاتگوری انتخاب کردم. نمبر اف سیلرز چند سیلر باشه، ما میگیم که ماکسیمم سیلر باشه، کمپیتیتورز یک باشه، چند باید باشه کمپیتیتورز ما شما یعنی 2 دانه. نمبر اف سیلرز باید چند باشه. خب صحیح شده؟ یعنی نمبر اف سیلرز در پرایوت لیبل چی میاد؟ کم از کم 2 دانه میاد. بعد از این پرایس میگیم که ماکسیمم باشه چند باشه؟ 50 باشه. اگر شما چیل میکنی هر چقدر که کرایتریا شما مطابق کدام کرایتریا شما میخواید. فور ایگزامپل میگیم که 50 ماکسیمم 50 باشه، کم از کم باشه. فور ایگزامپل میگیم که $6 باشه. $6 ما میتم. صحیح شده؟ پرایس چنج ما نمیتم پایین میایم ریویو میگیم که ماکسیمم باشه فور ایگزامپل 200 باشه یا 300 باشه تا 500 میشه که ما شما چی بگیریم یک پروداکت ریویو بگیریم. ما فور ایگزامپل اینجا 300 میتونیم که کمپیتیشن کم شه یا 200 میتونیم. ریویو ریتینگ نمیکنم مشکل نداره. پرنت لیول ریونیوز اسن ریونیو ما میتونم. صحیح ده؟ اسن ریونیو میتونیم که ماکسیمم یعنی ببینیم ما شما گفتیم که کم از کم در تاپ 10 سیلر باید 5 سیلر باید باشه که $5,000 ریونیو باید داشته باشه. اما میگه کم از کم اسن ریونیو باید باشه $5,000. بعد از این ما اینجا میایم ببینیم بیست سیلر رنک. ما سایزی کدام کار ندارم، لیستینگ ایجم کدام کار ندارم، اگزیکت سیلرز، پرنتس لیولز، سیلز. که یک ببینید یک پرنت لیول است. پرنت به این معنی که مکمل کاتگوری به ما شما نشان میده، یک نیش است. صحیح شده؟ ما شما اسن سیلز میگیریم. میگیم که کم از کم باشه چند باید باشه؟ چند باشه کم از کم اتلیست فور ایگزامپل میگیم 200. صحیح شده؟ کم از کم باید 200 باشه، زیاد هر چقدر که باشه. پروداکت پرایوت لیبل است. کم از کم 200 باید باشه، از این باید کم نشه، زیاد هر چقدر که استاد اگه 100 هم باشه باز خوب است. بله شما 200 بگیرید. شیپینگ سایز ما اینجا میتونم که فور ایگزامپل small standard size and large standard size. weight ما میتونم چند باید باشه؟ 5 LB ماکسیمم. صحیح شده؟ یا 1 LB میای اگر شما کلکولیت کنید تقریبا 5 LB میای نیر 2 kg میای. سیلر کنتری ریجن اگر شما میتی فور ایگزامپل یونایتد استیت میتی هر استیت اگر شما میتی مشکل نداره پیل ما میگه که از هر جایی که باشه. سیلز چینج سیلز هم ضرور نیست. فولفیلمنت ما شما FBA and FBM میکنیم. best sales per month number of images variation ما میگیم که کم از کم زیاد باشه. ماکسیمم 2 variation داره از باید زیاد نشه. پایین میم تایتلز یم ضرور نیست. پروداکتس آیدنتیفایرز یم کانتری بس ای است. کرایتریا ما شما پورت شد. صحیح شده؟ کرایتریا میشه ببینید که چنج را چنج شده. یعنی ضروری نیست که چیزی که ما اینجا نوشته کردم اگزکت باشه. این میشه که شما کم کنید زیاد کنید این کدام فرق نداره. سرچ کلیک میکنم. حالا میبینیم که مطابق کرایتریا ما شما چند پروداکت داره. اینترنت قطع شد به نظر ما. ما چی میکنیم؟ سرچ میکنیم. پرایوت لیبل بیخی زیاد اینترستینگ است. یک بار از کم یاد شد بیخی زیاد اینترستینگ است.
ببینید این پروداکت عمل الما شما در شروع چی گفته که یعنی یک پروداکت باید چه رقم باید باشه؟ یک پروداکت باید گوگل ترند ما شما چک میکنیم، سیزن باید نباشه، ملتی ریونیو باید چند باشه، یعنی چیزی کرایتریا ما شما کار کردیم الما اینجا چی میکنیم؟ ایمپلمنت میکنیم او کرایتریا. اول ببینید ما سرچ والیم پروداکت چک میکنیم، میبینیم که سرچ والیم چند است، مکمل هر چیز ون بای ون چک میکنیم. چه رقم چک میکنیم؟ فور ایگزامپل اولی پروداکت است، این پروداکت است، از اینجا ما چک میکنیم. ببینید کاتگوری BSR چقدر است؟ پرایس $21 داره، پرنت لیول ریونیو، SN سیلز، پرنت لیول ریونیو. این سرچ والیم این چیز نشان نمیده، ولی من در این میگه که اپگرید کو، خیر بازم در یک جای نشان میده، باز ما شما کار میکنیم. ریویو است، سلر امازون است، امازون مارکت پلیس است. خاصه است. سرچ والیم نشان نمیده. ها اوکی. ون بای ون ماش ما چک میکنیم. ببینید پرایس چک میکنم آیا پرایس مطابق کرایتریای ما است یا نیست. اینجا ما میایم میبینم که تاپ 10 سلر کی است، ریونیو از چند است. ما یک بار پاس میرم dominant records, last year's, weights, storage, best sellers, variation count, sales review. یک بار ما پاس بک میرم. BSR چک میکنیم، میبینیم که یعنی این پروداکت خود سیزنال یا ترند پروداکت خود نیست. او از BSR معلوم میشه. BSR چرا که معلوم میشه؟ BSR فور ایگزامپل پایین است یکدم بالا میره، یا بالا است چی در یک ماه پایین میاد. حالا ببینید از اینجا ما BSR را چک میکنم، تقریبا 1,61,000 است، 1,61,000، 1,69,96,000 دایرکت آمده به چند؟ به 49,000. پس بالا رفته. شما میبینید حالا چی است معلوم میشه که پروداکت چی است؟ سیزنال است. از اینجا از 3 روز ما چک نمیکنم، آل تایم چک میکنم. صحیح شده؟ آل تایم چک میکنم. در آل تایم مکمل خیر ما از یک بار از یک ایر چک میکنیم که از 1 ایر چه رقم است. یا از 1 ایر است. BSR بالا رفته، پس پایین آمده. ببینید رقم است سیزنال بار معلوم شده که در بعضی یعنی سیزنال است. یک بار BSR بالا میره، پس پایین میره، پس بالا میره، پس پایین میره. سو این پروداکت سیزنال است. اگر من این را اوپن هم کنم این معلوم میشه که پروداکت سیزنال است. اگر من اینجا با آمازون را اوپن کنم کدام سونگ است مطلب چی است؟ این سیزنال است. یعنی یا پر کدام روز استفاده میشه یا چی است؟ خو این سیزنال پروداکت است. ببینید نشان میده اپگرید تو پلاتینیومز که چی شد. این اکسس ببینید ترتیب ریونیو نشان نمیده، این آل مارکت پلیس هم نشان نمیده، کیوردز هم نشان نمیده، هیلیم تنز زیادتر چیزایی نشان نمیده. پس ما بیک میرم از اینجا پروداکت چی است؟ سیزنال است. ما را اسکیپ میکنم. صحیح شده؟ بازی را چک میکنم که چی است، پایین میام خیر یک فور ایگزامپل چی است را چک میکنم که BSR از زیاد است، برن هم زیاد است، یا چک میکنم که چه رقم است. ون بای ون هر چقدر پروداکت کاملا یا چک میکنم در تولز در یک کاتگوری اگر شما کار میکنید و بیخی خوب میاد. در یک کاتگوری شما کار کنید 1 years میم اول BSR از اینجا چک میکنم 1,44,000 1,44,000 میم 1,06,000 1,08,000 دا BSR لاین یغه بل هغه دغه چې دا بیا بل آپشن دا تاسو کولای دا هاید کړئ. صحیح ده؟ BSR دا میبینید از اینجا ما شما چک میکنید یعنی این معلوم میشه که چی است. در یک سال شما میبینید بیخی بالکل کانسیستنت است، یعنی زی خرجات چی نداره، این رقم نیست که اینجا بالاش میشه کدام فرق نداره. صحیح شده؟ حالا پروداکت به ما معلوم میشه که پروداکت ما چک کنم با آمازون
میره به آمازون اوپن میکنم، از اینجا باز معلوم میشه که پروداکت چه رقم است. حالا من باید چی کار کنم اینجا؟ چی کار باید کنم ما؟ وارث اصلا سلسله شدیده بیسان شد که ما چی میبینیم که سیزن بعد نیست اصلا گوگل چی وارث چی کار باید من کنم اینجا؟ اصلا سلر seguro او ریویو ریتینگ کیوردز چی باید بکنم؟ استاد پروداکت بده یا استرینگ بده استاد او چی باید من سو اینجا؟ داده می دیسکریپشن چه کپی میکنیم می Yes, سرچ میکنیم yes, exactly. ما چی میکنم؟ ما تایتل از را کپی میکنم، اینا سرچ میکنم که مکمل بله، این باید شو معلوم شو. ما اینا کپی میکنم، از اینجا ببینید نام برند چی است، نام برند کپی نمیکنم. اول نام برند ما میبینیم که نام برند چی است. برند نیم میلورک ما کپی نمیکنم، بار از میلورک ما اینا کپی میکنم از اینجا. پس از جای شما میره، کوشش کنید متوجه باشید. کپی میکنم اینجا، پس میام سرچ میکنم. حالا باید اینجا ما شما چی کار کنیم؟ اینجا ما شما چک میکنیم که ای پروداکت اینجا میاد مطابق همین کاتگوری است یا دیفرنت کاتگوری، یعنی رقم خونیست که ما انرژی سرچ کردم به نام از یک چیز دیگه میاد. اول ما شما اینو چک میکنیم صحیح شده. بعد از این اولین کار ما شما است چی است؟ کامپیوتر. از اینجا کامپیوترام میبینیم که یعنی چقدر کامپیوتیشن ما داریم. این باید از چند باید بالا نباشه این کامپیوتیشن ما شما از 2000 باید بالا نباشه. حالا ما چی کار میکنم؟ میبینم که آیا در این پروداکت بر ما خوب است یا خوب نیست که ما پروداکت لست کنم. ما باید چی کار کنم؟ ببینید از اینجا ما اکس ری رن میکنم. چی رقم ما اکس ری رن میکنم؟ ببینید هلیوم 10 کروم اکستنشن است. میبینید شما از اینجا این هلیوم 10 کروم اصلا کار ما شما هلیوم 10 اکس ری معلوم میکنه که وقتی که ما شما اکس ری رن کنیم که ای پروداکت چه رقم پروداکت است. یعنی اکس ری هم اگر ما شما رن کنیم تقریبا 60% کار ما شما میشه اینجا. معلوم میشه که در این پروداکت میشه که ما داخل شما نشون بازو سرور است، مگنت است، از این طریق باز ما شما چک میکنیم بخیر. ما که هلیوم اکس ری رن کنیم باز معلوم میشه. ببینید این است اکس ری. این اکس ری است، ما اکس ری چی میکنیم؟ سرچ میکنیم. این خوب بیخی خوب است، یعنی از اینجا از کامپیوترها از اینجا معلوم میشه کامپیوتیشن بیخی کم است. بیخی کم است. ما میبینیم که اکس ری رن کنم که این پروداکت چه رقم پروداکت است. آل بیخی معلوم میشه. ببینید سرچ والی میشه چی است؟ هاید است. به چه خاطر که اپگرید نیست، بیسیک است. اینجا متوجه باشید. ببینید اکس ری بیخی ذات مهم است. اکس ری بیخی ذات مهم است. شما باید پوینت تو پوینت را باید یاد بگیرید. این بیخی ذات ضروری است. اگر اکس ری شما یاد نداری باز به این معنی که اون چیز به درد شما نمیخوره. بیخی آسان است. اول ما شما چی کار میکنیم؟ از اینجا سرچ والیم چک میکنیم. سرچ والیم باید چند باشه؟ 5000 باید باشه. صحیح شده؟ پلن اینجا نشان نمیده. اول این باید 5000 باید باشه. خیر ما شما این اپگرید میکنیم که چی شوه؟ ضروری است. سرچ والیم نشان نمیده. سرچ والیم ذات ضروری است. بعد از در دوم کاتگوری ما در دوم استپ ما چی کار میکنم؟ ما میایم از اینجا چک میکنم که ای می پروداکت که ما سرچ کردم این رقم نیست که یک چیز است، این دوم است، این سوم است، یعنی مربوط به است یا نیست. فور ایگزامپل ما موبایل سرچ کردم این بجای کاور میاد. صحیح شده؟ این رقم نیست. یا ما این چی است؟ این چوب است، چی است بجای کدام چیز دیگه نمیاد، پلاستیک نمیاد. یک چیزی که از پلاستیک جوړ، یک چیزی که از شیشه جوړ شده. اگزکت سیم چیز میاد یا نمیاد. دا ټاپ 10 ما چک میکنم. صحیح شده؟ ببینید اینجا یعنی معلوم میشه که چی است؟ سیم است. سیم است، کدام فرق نداره. بعد از دوم ما چی کار میکنم؟ اول ما را چک میکنم. دوم ما کار میکنم که میبینم که کدام پروداکت ویلا اسپانسر نیست. اگر اسپانسر باشه بعد اینجا میاد اس پی میاد اسپانسر پروداکت. صحیح شده؟ خودی کامپیوتیشن بیخی کم است.
بعد از ما چه کار میکنیم؟ ببینید اینجا میایم فیلتر، با فیلتر ما کلیک میکنیم، 1 دقیقه که اپلود شود، این وقت میگیره. اینجا AC به معنی امازون چوایس. اگر بی پی میایه به این معنی اس پی میایه سپانسر پروداکت. بی اس هم چی معنی؟ بیست سلر. تا وقتی که اپلود میشه دوم ما چی کار میکنیم؟ میبینم که برند دومیننسی داره نداره، یعنی یه رقم خورد شده که برندز مالتیپل تایم آمده. حالا ببینید برند از بنامی ایکینا ملورکس یک بار آمده، 3 دفعه آمده، یعنی برند دومیننسی داره. خب از این قدر مهم است که اول باید ما شما تایتل چک کنیم. در تایتل سرچ والیم میبینیم، سرچ والیم چند است، بعد از توتال ریونیو میبینیم. توتال ریونیو یعنی زیاد است، تقریبا 1 लाख است. اوریج ریونیو 4000 میاد، صحیح است، مشکل نداره. اوریج پرایس هم بیخی خوب است، اوریج بیسار 1,56,000 خوب است. میبینیم اوریج ریویو هم ریویو خوب است، تقریبا پایین است. اینجا میایم ببینید مهم چی است، اینجا نشان میده که از دا ریونیو اور 5000 یعنی تقریبا از 10 سلر کم است، یک سلر هم $5,000 ریونیو نداره. چند داره؟ اینجا نشان میده که 4000 چند دلار داره، یعنی در از تاپ 10 سلر یک سلر هم $5,000 ریونیو نداره. باز ما میبینیم که آیا بر ما کدام چانس جور میشه یا نمیشه. اپورتونیتی است که این $5,000 ریونیو نداره، میگیم که صحیح است، 5,000 نداره، 4,000 خود داره. باز میبینیم سه داره. پایین میبینید یک خوب پوینت است، یک خوب پوینت داره. چی خوب پوینت داره؟ از ده 5 سلر است که او ریویو از 75 کم است، یعنی یک خوب اپورتونیتی، خوب پوینت است. کم از کم ما گفتیم که از 10 باید 3 سلر باید باشه که ریویو از چند باشه؟ از 500 پایین باشه. ولی اینجا نشان میده که از 75 پایین است، پای رقم سلر است. هم چک شده. ببینید مکمل شما نوشته کنید چیزی که ما براتون میگم. بعد از این چیز ببینید برند دومیننسی چک میکنیم. برند دومیننسی را چه رقم چک میکنیم؟ از اینجا ما این برند یک بار آمده، این 2 بار آمده، این 3 بار آمده. میبینیم که برند چند بار آمده و چقدر ریونیو میگیره. این مکمل این برند دومیننسی داره این پروداکت. حال در این پروداکت برای ما شما هیچ جای نیست. چرا نیست؟ مکمل برند میفروشه. میبینی این باید چند بار، یک بار آمده، 2 بار آمده، 3 بار، نو از 2 بارم زیاد آمده. بعد میبینه که چقدر ریونیو میگیره. یعنی فور ایگزامپل توتال ریونیو 96,000 است، این برند چقدر میگیره. میشه که شما اینو مکمل دیلیت کنید. فور ایگزامپل این برند است، اگر ما اینو مکمل دیلیت کنم بعد معلوم میشه که چقدر ریونیو جمع میمونه، بیخی کم میمونه. اگر ما اینجا چک کنم که این برندز فور ایگزامپل چند ریونیو میگیره، ما اینجا میام ریونیو ببینید یک ایسن ریونیو است، 3000 میگیره، $801 میگیره. پایین ما میام تقریبا ریونیو یم کم میگیره. خب بازم اگر این دیلیت شد باز معلوم میشه که چقدر ریونیو میگیره. ولی برند دومیننسی زیاد داره این پروداکت، کلش برند است. صحیح شده؟ مکمل برند است. حالا ما چی کار میکنم؟ این پروداکت ما اسکیپ میکنم. اسکیپ میکنم به چه خاطر؟ برند دومیننسی داره، یعنی زیاد برند یک ریونیو یک برند میگیره. ولی چه رقم باید شود؟ امی فور ایگزامپل 96,000 است، این باید مالتیپل سلر باید بگیره ریونیو. این رقم نشود که یک برند میگیره. فور ایگزامپل بله المکمل این برند تقریبا چند بار آمده، یعنی تقریبا 6 بار آمده. به این معنی که زیاد ریونیو که میگیرم یک برند میگیره. بعضی است برای وودی شاید یم ببینید زیاد یم دومیننسی داره. برای وود یم بلک تی است یا چی است؟ بلک تی است چی است؟ یم شاید میبینیم که یعنی کدام چانس نیست اینجا. اگر ما اینو دیلیت کنم ببینید مکمل، اگر ما اینو دیلیت کنم باز معلوم میشه که چقدر ریونیو اینجا میمونه. این وان بای وان ما دیلیت میکنم. چرا کار نمیکنه؟ اگر شما اینو مکمل دیلیت کنید از اینجا باز معلوم میشه که چقدر ریونیو میمونه. خب از اینجا معلوم میشه که کدام چانس نیست برای ما. ما چی میکنم؟ میرا اسکیپ میکنم به پروداکت. این پروداکت صحیح نیست. ببینید ایکس ری به ما شما معلوم میکنه که پروداکت چه رقم پروداکت است. پس ما میرم اینجا میایم جایی که ما کرایتریا پر کنیم. پایین میایم چی است؟ چیزی که این رقم چیز باید باشه که
ویدیو گیم و چیز وارم باشه. که ایرا میبینم اول بیاسر از اینجا چک میکنم. از بیاسر چرا چک میکنم؟ به این خاطر که سیزنال نباشه. اگر سیزنال باشه باز به درد ما شما نمیخوره. 90 days 1 year چک میکنم. سیزنال است میبینی؟ صحیح شده؟ پس ما ایرا چی میکنم؟ سکیپ میکنم. میام ایرا چک میکنم. از 1 year چک میکنم. پر اگزامپل از یک سال است. از مای اپ 2024 بیسار از است 2000 باز یک بار رابطه به 8000 پلن 2000 صحیح است. خوب است مشکل نداره. یعنی رقم نشده که یک بار بالا رابطه پاس پایین بده پاس بالا رابطه پاس پایین بده. سیزنال پروداکت نیست. ما اینجا این پروداکت بود اوپن ان امازون. وارث اینجا با من چیکار کنم؟ استاد دیسکریپشن کپی میگیریم. تایتل دیسکریپشن نمیکنم. تایتل استاد کپی میگیریم که نام برند نداره. یک بیخی خوب آپشن آماده در سورس مکمل سورس پروداکت به شما نشان میده. کدام سپلایر میفروشه به چند میفروشه. دیستریبیوتر به شما نشان میده. بیخی یک خوب آپشن آماده. داش کلیک کرد به اخی کنم. پایین میم نام برند را پیدا میکنم. نام برند چی است؟ تکتون. تکتون میرا نمیگیرم. صرف از اینجا کپی میکنم. به نظر ما اتوماتیک کاتگوری است. حالا باید ما چی کار کنم؟ اکسری رن میکنم. اکسری رن میکنم. اولی را میبینم کامپیوتینگ یعنی چقدر کامپیوتیشن ما داره. صحیح شده؟ اگر این زیاد بود از 2000 بعضی اکسری رن نمیکنم. یعنی رقم نیست که از 2000 یا 2100 بود. یا تقریبا دو روز ما چند روز پیش ما در کلاس گفتم که بیاسر ما در کیپا ما کرایتریا نوشته میکردم. گفتم که تقریبا 70000 من نوشته کردم. دو سه نفر شاگرد بود که استاد جواد بر ما 45000 گفت. میگم که ما از شما بمانیم که از استاد جواد ما گفتم خیر است مشکل نداره. نه تو یک چیز بر ما میگه استاد جواد دیگه چیز میگه. حالا رقم نشه که شما بگید که 2100 است. این چه رقم باید نباشه. استاد اگه اینجا 3000 باشه ولی سرچ باری هم استاد مثلا میبینن که اگر اپورتونتی بود مشکل نداره. کامپیتیشن چک میکنم. در 3000 اگر بر ما کدام چیز بود مشکل نداره. حالا ما چه کار میکنم؟ ایکس ری مارن میکنم. صحیح شده؟ این ایکس ری است. پرایس بخی پایان است. $6 3 سال معلوم میشه. مشکل نداره. $6 ماست که باز کالکولیت میکنم. یک چیز باید در ذهن شما باید باشه. کوشش کنید در پرایوت لیبل در شروع پروداکت انتخاب کنید که پرایس از کم باشه. اگر پرایس زیاد باشه بیخی نقص میاد. یک مشکل است در هلمتن که چی سرچ والیم نشانه میده. باید اپگرید شو. سرچ والیم بیخی ضروری است. یعنی بی ماست است. خیر پلن ما شما میگیریم که سرچ والیم باید از 5000 باید سرچ والیم باید کم نباشه. و اینجا پلن نشان نمیده. اول ما چی کار میکنم؟ از اینجا ما میبینیم که سپانسر پروداکت داره یا نداره. سپانسر از اینجا میبینیم توتال ریونیو چند داره؟ 3 लाख. بیخی خوب است یعنی زیاد است. اوریج ریونیو تقریبا هر یک سیور که از اینجا اوریج ریونیو میگیره 15000. اوریج پرایس 14 است. بیخی خوب است. اوریج بی اس ار هم خوب است. اوریج ریویو هم خیلی از اینجا معلوم میشه. تقریبا از 10 سلر چند سلر ریونیو میگیره؟ 5000 اپ سلر. از 10 یک سلر از 75 کم داره. خیلی باز معلوم میشه. میم اولین کار ما چی است؟ از اینجا میبینم که کدام سپانسر پروداکت ایجاد داره نداره. سپانسر پروداکت معلوم سپانسر پروداکت نداره نمیاد. اگر سپانسر پروداکت داره بعد ما شما رو چک میکنیم هاید میکنیم. اینجا میم فیلتر این ضروری است. ببینید اینجا هاید ما آلردی هاید کردیم. میره آلردی هاید است. شما میبینید این باید شما چک کنید هاید کنید. این باید نبیاد سپانسر پروداکت نمیاد. یک پروداکت سرویس نوشته سپانسر. اگر ما ایرا ببینید پس ما فیلتر کنم اینجا میاد
در یک کاتگوری کدام پروداکت سپانسر نیست. شما باید چیکار کنید؟ اول اگر سپانسر پروداکت باشه اینجا میاد اس پی میاد سپانسر پروداکت. فیلتر در فیلتر بیای شما اینا چه کنید؟ هاید کنید. ببینید ما اینجا میایم در فیلتر هاید سپانسر پروداکتس فرام ریزالت. صحیح شده؟ اگر این کار سم تایم کار نمیکنه، اگر کار نمیکنه بعد ما شما وان بای وان هاید میکنیم. وان بای وان چه رقم هاید میکنیم؟ فور اگزامپل اسپانسر است، ما چی میکنیم؟ اینجا کلیک میکنم باز دیلیت میکنم. صحیح شده؟ بعد از این ما چی کار میکنم؟ میبینم که پروداکت سیم است، یعنی چیزی که ما سرچ کردم او چیز است یا نیست. این رقم نیست که ما اینجا یک چیز سرچ کردم او چیز دیگه آمد. از اینجا وان بای وان چک میکنم دادن، یعنی یک چیز است. صحیح شده؟ نمبر 3 برند دومیننسی چک میکنم. اگر برند دومیننسی هم در بعد میبینیم که چقدر ریونیو میگیره، یعنی 3 لاک بیخی زیاد ریونیو است. اگر 1 لاک هم میگیره بعد هم 2 لاک میمانه. اگر 2 لاک هم میگیره 1 لاک میمانه، با 1 لاک هم زیاد است. میبینیم که برند دومیننسی داره یا نداره. فور اگزامپل یک است دوباره آمدش ما میبینی کریسنت سایت چی است. اینا چک میکنم میبینم که چقدر ریونیو میگیره. تقریبا پرنتس لول سلز ریونیو میگیرم که چقدر ریونیو میگیره. تقریبا کم میگیره. میبینی 1700 مشکل نداره. در تاپ 10 سلر ما شما چک میکنیم که برند دومیننسی داره نداره. صحیح برند دومیننسی نداره پروداکت. بعد از این ما چه کار میکنیم؟ پرایس کمپیتیشن داره نداره، یعنی پرایس وار داره نداره. ببینی پرایس وار نداره 5 6 5 7 اگر داره هم بعد از اینجا ما شما چک میکنیم. ببینید ما اینجا استار میشم این در پیک اپ چند میپروشه، تکتونز در تقریبا چند اینچ است. اینم چک میکنم شاید باز پارک داشته باشه. تقریبا 18 میلی است، به خاطری بالا است پرایس ازی. یک کم است 16 است، به خاطر پرایس ازی کم است. این 12 است، به خاطر پرایس ازی 12 است به نظر ما. از 1 تا 2 است، کم است. یه میره کم است، یعنی هم پرایس چی هم نداره، کانسیستنسی هم نداره. حالا ما چی کار میکنم؟ اینجا میایم ریویو میبینم. زیاد امپورتنت چیز است ریویو است که باید در تاپ 10 3 دانه یه رقم سیدر باید پیدا شد که ریویو از 500 باید کم باشه. یه است ریویو ببینید سیلر داره 6000 یعنی قدر زیاد نیست. چند داره؟ 52 160 180 یعنی بیخی خوب است. حالا میبینم که این سیلر چقدر ریونیو میگیره. یه هم راستی رقم نیست که ریویو کم داره ولی او $0 میگیره، ریونیو نمیگیره. آیا ریونیو میگیره یا نمیگیره؟ از اینجا میاریم سه سیلر ما چک میکنم. میبینم که چقدر ریونیو میگیره سه سیلر. یک میگیره $9، یک میگیره $1000، تقریبا $2000. یک میگیره $2000، یک میگیره $500. یعنی بیخی خوب است. $500 ریونیو یک سیلر که اون نو باشه تقریبا این خود 40 دانه ریونیو خو از واین میگیره. 40 دانه هر یک نیو سیلر که میاد از اینجا میگیره. صحیح شده؟ یا میگیره باز پایین میایم که می سیلرای کلان چقدر ریونیو میگیره. سیلرای که کلان است یا شارک سیلر است او چقدر ریونیو میگیره. تقریبا نمبر 1 سیلر که است ای میگیره ایسن ریونیو ای کم میگیره. 27000 میگیره زیاد است. صحیح است. بس سیلرای نیوم میای رقم نیست که بیخی نمیاد. یعنی از اینجا معلومه شو که کدام کلان سیلر یا شارک سیلر نیست. او یک دانه است و مشکل نداره. ببینید اینجا زیاد نیو سیلر است. 52 ای است باز اگر ما اینجا چک کنیم ببینید یعنی تا پیرن که پروداکت ما شما چک کردیم مطابق کرایتریا ما شما است ولی سرچ والیم معلوم نیست. سرچ والیم باید ما شما چیزی که بیسار ما شما چک کردم سرچ والیم هم باید رقم نباشه که یک روز آمده به 1000، دوم روز آمده به 5000، سوم روز آمده به 8000، پس آمده به 1000. هم باید مثل بیسار ولا نباشه. یعنی کانسیستنسی باید داشته باشه. مثل در یک سال ما چک میکنم که در یک سال اگر فور ایگزامپل در یک سال پیش اگر 4000 بود امروز اگر 5000 فرق نمیکنه. یعنی رقم نشه که فور ایگزامپل در مارچ بود 1000 آل به 6000 آمده باز پایین میره به 2000 به 1000. سرچ والیم بیخی امپورتنت است، بیخی زیاد ضروری است. اگر این مکمل هر چیز داره ولی اگر سرچ والیم کم است به این معنی کسی خوش نمیکنه. اگر این جنس است هر چقدر خوب جنس است. صحیح شده؟
پراپیت هم داره، هر چیز داره نمیگیرم. کسی پرسان نمیکنه چی میکنه؟ سرچ والیم به خاطر این ضرورت که چقدر مردم میای ماهانه را سرچ میکنه. خوش میکنه. سرچ والیم یعنی چقدر مردم ماهانه سرچ میکنه این پروداکت که پروداکت میگیره. با آمازون سرچ میکنه که پروداکت ما چی میکنم میگیرم. این سرچ والیم است. ریوینیوش معلوم میشه زیاد است. بله خب از ریوینیو معلوم میشه که سرچ والیم زیاد است. فعلا معلوم میشه که پروداکت خوب پروداکت است ولی بار از پراپیت ما شما میبینیم خب این صرف تا اینجا فعلا ما شما صرف 50% کار کنیم. 50% بعد از این در سیبرو و مگنت ما شما چک میکنیم. صحیح شده؟ تا اینجا این در بلک باکس چک کردیم. در بلک باکس کار ما شما از این پروداکت شده خلاص شد. بعد از ما چک کار میکنیم ببینید پاین سپلایر آن علی بابا. اینجا میایم ما با علی بابا کلیک میکنیم میبینم که آیا کدام ریوینیو هم دا او چی پراپیت هم داره یا نداره. اینجا با درجان سر میشه. چی؟ وریشن باید زیاد نو وریشن ها نداره. چی؟ نه اینجا این بیخی یک است. شما اینجا میبینی یک است. وریشن زیاد داره شاید خب باز میبینیم که چقدر با اینچ فرق میکنه و اینقدر چیزی نیست. باز یک دو ولی مکمل زین چک میکنم که جنس باید یک باشه. صحیح شده جنس باید یک باشه. جنس باید زیاد چی نشه. استاد بس میشه ما خودمون رو کستماایز کنیم یک مثلا اینجا 16 اینچ است ما اپدیتش بگیریم یا بله با شما خود بازی کار میکنم میبینم. حالا من چی کار میکنم میبینم که اینجا به چند سل میشه و سلاره به چند سل میکنه با ما کدام اپورتونیتی است ای به ما کدام پراپیت میته نمیته. پاین سپلایر آن علی بابا ما اینجا کلیک میکنم. این 30 سیت میپروشه. صحیح شده؟ 30 سیت میپروشه اگر وریشن داره این پروداکت. اگر وریشن زیاد داره بعد ما شما چی کار میکنیم؟ ما شما این پروداکت اسکیپ میکنیم ولی وریشن زیاد داره. اگر وریشن زیاد نداره بعد مشکل نداره. اگر ما شما میشه که ما از اینجا یک پروداکت سرچ کنیم یک پروداکت ما انتخاب کنیم یک پروداکت انتخاب میکنیم میبینم این 30 سیت داره بعد ما پرسان میکنیم که یک دانه به ما بچن میده. یک پروداکت با ما بچن میده 12 پیس است. این یک دانه است ببینید 10 میل است. این بچن میده 0.38. اگر اینجا نیگوشیت شود شاید این کم هم کنه. صحیح شده؟ ببینید پایین هم بچن میده 0.43 یم به 0.45 میده یم اینقدر میده. حالا ما چی کار میکنم میم کالکولیت میکنیم میره. یا رف کالکولیشن ما شما میکنیم باز وقتی که میگیریم باز وقت صحیح کالکولیشن میشه. پس ما یک رف کالکولیشن میکنم. خب پلن اینجا میگیرم که با ما تمام میشه 0.38. اگر ما با 5 دلار رسل کنم با 5 دلار اگر ما رسل کنم این پراپیت نمیده. چرا پراپیت اگر کالکولیشن هم شو کالکولیتر ما شما بگیریم این بیرونی کالکولیتر اگر ما شما بگیریم خود هلیوم 10 هم کالکولیتر داره. این بیرونی کالکولیتر هم داره. هلیوم 10 هم داره. اگر ما شما اجازه هلیوم 10 میگیریم پلن اکس ری سرچ ران است. خود هلیوم 10 هم داره. ما اینجا میایم ای بی ریونیو کالکولیتر میگیرم. یعنی اگر حسابمون شوی پروداکت پراپیت نمیده. چرا نمیده؟ کم از کم یک یا یک و نیم دلار با پی پی سی میگیره. یک یا یک و نیم دلار. $1 چی میاد کاست میاد که شیپینگ کاست میاد $1. صحیح شده؟ باز تکس چیزا اگر میایم ما شما کالکولیت کنیم کم از کم 40% پراپیت باید در یک پروداکت باید باشه. اگر از این کم باشه در پرایوت لیبل ما شما انتخاب نمیکنیم سلکت نمیکنیم. چرا دقیقا اگر بده فروخته شده باز پراپیت میده. اگر یک رف کالکولیشن کنیم رف کالکولیشن چرا که میشه؟ فور ایگزامپل $1 ما شما به شیپینگ $1.5 میبینیم که سایز از چقدر است. سایز اگر کم بود خب کم میاد. اگر سایز زیاد بود او تی پی آمد به شما 16 32 13 16 32 13.
صدر اسیستنت ها هم میشود در بی کالکولاتر خود هلیوم 10 هم داره کالکولاتر. اوکی در اخیر ما شما را کالکولیت میکنیم با یک پروداکت. پس میم فور ایگزامپل اگر مکمل هر چیز اگر جور است ولی پرافیت نمیده باز هم چی میشه به درد ما شما نمیخوره ولی پرافیت نداره چی میکنیم هر چیز سرچ ولی جور است هر چیز جور است ما چی میکنم اسکیپ میکنم. حالا پروداکت باز ما چی میشه نیاز به فرض پروسس داره که ما شما مگنیتایزر رو چنج کنیم یعنی ببینیم که پروداکتس آیا ایده کدام چانس بر ماست پیدا میشه یا نمیشه. در اخیر پرافیت چک میکنه که چقدر پرافیت میده. اگر بیخی 100% کرایتریا ایمپلمنت میشه ولی پرافیت نمیده به درد ما شما نمیخوره. خب پس من میرم یک دو تا پروداکت دیگه هم چک میکنم که صحیح شما بامی برای بعد میام بعد ما شما بخیر با کیوردز از طریق کیوردز باز کار میکنیم. پس پایین میایم این چی هست یه یک پروداکت خوب که پیدا شود این چی هست میره چک میکنم آپیس پروداکت هست یه خوب چیز معلوم میشه. باز من اینجا میام اول بیسار بیخی زیاد هست پایین میایم میره چک میکنم. اگر شما میخواهید که پس کرایتریا چنج کنید باید میشه که شما کاتگوری بیسار از اینش چی کنید فیلتر هم کنید. اونجا هم میشه که شما ایراد چی کنید باز شما فیلتر کنید ببینید که بیسار باید چقدر باشه. از یک شروع شد صحیح است. چی هستی را چک میکنم این بیخی این باز تقریبا 8 پیج است که ما ایراد باز فیلتر میکنم 15 لاک چالان کن. ببین اصلا پروداکت ما شما کجا معلوم میشه وقتی ما شما اکس ری رن میکنیم. وقتی که اکس ری رن شه او وقت پروداکت معلوم میشه که پروداکت چیزی که کرایتریا ما شما سو کرایتریا وقت ایمپلمنت میشه. اینجا صرف به ما یک کرایتریا ما پوت کنیم پروداکت آمد صرف میبینیم که ای کدام یک پروداکت است. فور ایگزامپل این پروداکت از آرتس اند کرافت است ما میبینیم که ای چه رقم پروداکت است. اگر ترند نباشه سیزنال نباشه فردر چک میکنم. اگر ترند یا سیزنال باشه باز چک نمیکنم. ببینید حالا اینجا ما میایم چک میکنم فور ایگزامپل از 1 year چک میکنم در یک سال این معلوم میشه که این سیزنال پروداکت است. ببینید تقریبا این با 108 سنت 190 خود نیست اینجا معلوم به اول کم است. ما ایره هاید کنم پایین حتما اینجا هم بالا میره پس پایین میره پس برای چیزی که ما شما این پروداکت چک کردیم. یس را چک میکنم میام من یک دو صفحه پیش برم. کوشش کنید که شما در یک کاتگوری کار کنید. فور ایگزامپل بیوتی کاتگوری است اسپسیفیک کاتگوری که باشه بازو خوب میاد. فور ایگزامپل این بالون است چی است من چک میکنم تایز این گیم است بیخی بیاسار نشان نمیده.
از 1 سال، یعنی تقریبا 1 سال میشه که بیشتر از این خوب است. میبینی اینجا یعنی سیزنال نیست، بیشتر از این پایین آمده، شاید نیو لانچ شده این پروداکت. بس من این را کلوز میکنم، چک میکنم با امازون کدام پروداکت بود. این بود. یا مثلا بریشن ویریشن زیاد داره. این باز مکمل هر چیز نشان میده. ببینید بالا در تایتل استوریج پی چقدر میایه، بیس سل پر چقدر داره، ویریشن میبینید اینجا نشان میده چقدر ویریشن داره. 20 ویریشن داره. ویریشن باز زیاد داره. در یک بار ما در یک کاتگوری یک بار می‌بینیم. در یک کاتگوری باز بیخی چی میاد خوب میاد. بله ریکارد آن است. خب این کم شما در یک کاتگوری میشه که شما کار کنید. ما خب مکمل زیاد کاتگوری انتخاب کردیم، میشه که شما یک کاتگوری انتخاب کنید. بعد از چی هست؟ از طریق کیوردز، یعنی یک بود بلک باکس، حالا ما شما میایم از طریق کیوردز. بلک باکس یک طریق بود، کیوردز از طریق کیوردز. ببینید چیزی که ما شما گفتم پیش، یعنی اگر ما سوچ کنم چقدر کیوردز در ذهن ما میاد، خب شاید 10 دانه بیاد، 100 دانه بیاد، 1000 بیاد، ولی بیلیونز کیورد هست با امازون. حالا ما اینجا میایم کیوردز کلیک میکنم. با کیوردز که ما کلیک کنم میبینم که از طریق کیوردز یک ایدی پروداکت به ما شما میده. اکسری چی کار میکنه؟ اکسری به ما شما معلوم میکنه که این پروداکت خوب است یا خوب نیست. صحیح شده؟ حالا ما چی کار میکنم؟ از طریق ما کیوردز پوت میکنم، از طریق کیوردز ما پروداکت پیدا میکنم. و چی بود؟ او کرایتریا بود. صحیح شده؟ کرایتریا. حالا ما ببینیم که از طریق کیورد چقدر پروداکت ما پیدا میشه. فور ایگزامپل یک کیورد است، یک کیورد دوم است، سوم است، چهارم. اگر ما هر چقدر این رقم سوچ میکنیم، چیزی که با شما در کلاس گذشته کار کردیم که چقدر کیورد در ذهن ما میاد، 1 میاد، 1000 میاد، خود ذات نمیاد. حالا میبینیم که از طریق کیورد وقتی که ما شما کار میکنیم چه رقم نیو کیورد به ذهن ما شما میاد، کدام کیورد است که در اثری که اون کیوردز ما خوب پروداکت پیدا شه. خب ببینید است از طریق کی بلک باکس کیورد است. صحیح شده؟ یا مربوط بلک باکس میشه. این کیوردز مربوط چی میشه؟ بلک باکس میشه. اول اگر مارکت پلیس شما انتخاب نمود، از اینجا شما مارکت پلیس خود انتخاب کنید. ببینید میگه اگر شما این را اپگرید کنید 2 بیلیونز پلاس در دیتابیس است کیوردز 2 بیلیونز، یعنی بیخی چقدر زیاد است. اول سرچ والیم است. سرچ والیم باید چند باشه؟ مینیمم 5000. منثلی ریونیو باید چند باشه؟ مینیمم 5000 و بعد شوازی باید کم نشه. پرایس باید چند باشه؟ مینیمم ما نمیگیرم، ماکسیمم میگیرم. خیر ماکسیمم میگیرم که 50 باشه. ریویو کاونت، ریویو باید چند باشه؟ ماکسیمم ما 200 یا 300 تا 500 میشه که شما را بگیرید. تا 500 کدام مشکل نداره. ریویو ریتینگ، ورد کاونت. ورد کاونت به چی معنی؟ ورد کاونت به این معنی ببینید ما اینجا یه پروداکت سرچ میکنم amazon.com. اینجا ما سرچ میکنم هیر شامپو سرچ میکنم. فور ایگزامپل بلک تی، گرین تی چی شد؟ 2 ورد شد. فور ایگزامپل گرین 1 ورد شد، تی 2 ورد شد. فور ایگزامپل میگم هیر شامپو، هیر 1 ورد شد، شامپو 2 ورد شد. فور ایگزامپل میگم که توت برش. صحیح شده؟ به این خاطر ما اینجا چی میکنم؟ میگم که کم از کم از 3 ورد باید زیاد نشه. ماکسیمم از 3 ورد باید زیاد نشه. یعنی یک پروداکت اگر وقتی که او ورد زیاد داره باز ایزیلی نمیتونه کسی پیدا کنه. در ذهن کسی اگر چیزی کم باشه بازو با آسانی پیدا میشه.
ما اینجا میبینیم که کم از کم باید 3 ورد باید باشه، یعنی و پروداکتس کیورد ازی باید کیوردز. اصلا اینجا گپی چی هست؟ کیورد است. کیورد باید کم از کم از 3 ورد باید زیاد نباشه. For example ما اینجا میتونم long hair oil صحیح شده؟ long یک ورد شد، hair 2 ورد شد، oil 3 ورد شد. یعنی رقم باید از 3 ورد باید زیاد نباشه. بعد از ما میایم کاتگوری. از اینجا کاتگوری انتخاب میکنم کدام در کدام کاتگوری ما میخوام که ما کار کنیم. For example پل ما all کاتگوری میکنیم، شما باید one word کاتگوری کنید که خوب میاد. shipping size small and standard. number of sellers ما میگیم که maximum باشه 2 seller باشه. چرا در پرایوت لیبل همیشه 2 سلر می باشه؟ به خاطر اینکه یک سلر وقتی که او میپرسه یک کدام مشکل می اکانت از کدام مشکل پیدا میکنه، یک پاترن از می باشه که بعضی پروداکت به او اکانت سل میکنه. وریشن ما میگیم که کم ماکسیمم چند باشه؟ 2 وریشن از باید زیاد نشه. ببینید جماعه شما 2 وریشن نوشته کردیم، این رقم به معنی که حتما از 2 وریشن هلیوم تنز کیپا جنگل سکاوتس 80% یا 70% ما شما صحیح ریزالت میده. 100% یک تولز هم ریزالت نمیده که 100%. بعضی وقت که پاش ما میبینی اونجا یک چیز میباشه، بعد حرکت اگه ما شما رو چک میکنیم و چیز دیگه میباشه. هلیوم تن ما میره کم است، یعنی تقریبا 70-75% ما شما اگزیک ریزالت میده. 100% هیچ یک کدام تولز به ما شما حالا نمیشه که ما اینجا نوشته کنیم 2 وریشن، باز میگه که چرا از 2 وریشن زیاد اومده. 70% صحیح ریزالت میده. منتلی سیلز یونیت چند باشه؟ میگن که مینیمم 200 باید باشه. اگر 300 میکنیم مشکل نداره. بیست سلر رنگ اگر شما میگی ما میگیم فور ایگزامپل که ماکسیمم باشه 50000 میشه که شما را کم و زیاد کنید، کم کنید زیاد کنید. صحیح 45000 کنید، ما میگیم 50000 باشه. fulfillment by FBA and FBM کنید شما. age month competing product by چند باشه؟ maximum 2000. کمپیتینگ پروداکت در سرچ که میاد یعنی چقدر کمپیتیشن من باشه، میگن که ماکسیمم 2000 از 2000 باید چه نباشه؟ زیاد نباشه. خواهیم زیرو نیست بوردز پتانسیل کمپیتیتور ریویو، یم پلن زیرو نیست کمپیتیتور ریویو، کمپیتیتور ریتینگز، یم زیرو سال ما چه کار میکنیم؟ یم سرچ میکنیم. حالا ببینید یک کیورد در ذهن شما بود سایلنت بسکتبال، این در ذهن کسی نیست. فور ایگزامپل گریپ کن هید باند، این در ذهن کی است؟ یعنی نیست در ذهن ما شما که یک کیورد شاید یک چیزی که میگه چیز دیشه وجود داشته باشه. این فور ایگزامپل 9 10 دو گیفت کارت این چی است؟ هیچ ما شما نه فرست تایم میشنید. فور ایگزامپل این است مس تاستیکاس یا چی است پوینت بی پکی پد، یعنی مکمل رقم کیورد است که ما شما فرست تایم ببینید. ماجیک واتر الف یک چی است؟ کسی بگو اون چی است؟ یعنی به این خاطر بیلیونز کیورد در آمازون است. 2 بیلیونز پلاس. حالا چقدر کیورد می باشه؟ حالا ما چی کار میکنم؟ میم اول سرچ والی می پروداکت چک میکنم. سرچ والی ببینید سرچ والی ماست. خو اینجا نشان نمیده. چرا؟ به خاطر از اینکه چی نیست؟ اپگرید نیست. میگه اینا چی کو؟ پلان اپگرید کو. خو مثل بیاسر ور ما شما چک میکنم. بیاسر ور چه رقم چک میکنم که رقم نشوه که یک ماه 30000 باشه بعد به 1000 بیاره. سرچ والیم هر چقدر که زیاد باشه خوب است، هر چقدر که زیاد باشه، ولی کم از کم 5000 باید باشه. کم از کم 5000 هر چقدر که زیاد باشه او خوب است. 300 است یه بیخی خوب است. منتلی ریوینیو کم از کم از ما شما 5000 بود، این چند میده؟ 9000 میده. بی اس آر 44000 داره. تایتل خیلی ضرور نیست، میایم اینجا ریویو میبینیم 84 ریویو داره، یم خوب است. حالا چه کار میکنم؟ ما ایرا با امازون چک میکنیم. ببینید اینجا کلیک میکنم، از اینجا میام ویو آن امازون.
ببینید پرایوت لیبل این رقم است. اگر شما 2 بار 3 بار چک نکنید در ذهن شما میاد هولسل جلاست، پرایوت لیبل جلاست. باید شما کم از کم 2 بار 3 بار باید شما این چک کنید، کار کنید. پرایوت لیبل و هولسل فرق داره. هولسل آسان است، پرایوت لیبل سخت است. کمپیوتیشن چند است؟ 400 است. پایز جمع باید چی کار کنم؟ کمپیوتیشن ما که دوستا اوس گورو چې ما سیم برند ټول پروډکټ واریز جمع باید چی کار کنم؟ ها؟ کجاست پروډکت؟ یه خو کیورد است. یه خو کیورد است. او خو پروډکت بود که اصلی پروډکت ما شما آمده. استاد گورو چې برند زیاد درې دفعه زیاد نه ما یس اکسره رن میکنیم. اکسره رن میکنیم. میبینیم که اکسره رن میکنیم. ولی او کیورد است. یه خو مکمل میبینی که کیورد آمده. او پروډکت بود. یه خو آلردی آمده. ببینید آلردی آمده. حالا ما اینجا باید چه کار کنیم؟ اکسره رد میکنیم. اوه چارج. چهار بیارم استاد. بله واریس زود برو. یعنی فکر چون اکسری دیر فکر است نتیجه دیر کمپلیت اکسره وکلا تا لاس باندې درد لاس دلته څه معلومه کړي چې اکسره واخلو دلته معلومه کړي څه شي ده عین اکسره به این معنی است که مکمل اکسره پروداکت میگیره. یعنی وقتی که فور ایگزامپل یک پارت بادی شما اگر کدام چیز مشکل پیدا کرده وقتی ما شما اکسره نگیریم معلوم نمیشه یه چی است. یا سیم و چیز است یا سیم و اکسره است که ما شما اکسره پروداکت میگیریم. اکسره آسان سخت از ما. یعنی 99% کار ما شما مکمل اکسره آسان میکنه. از اکسره معلوم میشه که این پروداکت میشه که ما پارت در این پروداکت کار کنم یعنی بله این پایا مکمل اپورتونیتی برای ما شما جور میکنه. ریکارد استاپ کنم که بعد شما هم که میبینید. چرا زیاد نمیشه بیشتر؟ ها میام اینجا به تولز در طریق تولز بلک باکس ما ریکارد خوان است. ریکارد چرا پیش نمیاد؟ ریکارد سیو کن سودی بر ریکارد یک سیف کنید. چرا پیش نمیاد؟ استاد من گفتم این ازم بیشتر کیوردش سیف نشد. سلام علیکم.